الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که کافر آیا به طهارت می تواند که دین اسلام را قبول بکند، یا که حتما اول طهارت بکند بعد اسلام را قبول بکند؟ نه، البته می تواند که به طهارت اسلام را قبول بکند، چگونه که صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حالت مشرکی زندگی میکردند و وقتی که رسول الله دعوت میکردند راست به نزد رسول الله می آمدند و اسلام را قبول میکردند، لا اله الا الله محمد رسول الله میگفتند. اما بعد از اسلام بعضی از علما گفتند که غسل باید بکند، چرا که عادتا میگند مشرکین و کافرین پیش از اسلام از جنابت غسل نمی کند، در حالت نجاست است، برای همین میگن بعد از اسلام در آمدنش غسل باید بکند. اما غسل کردن هم واجب نیست، و به این هم دلیل وجود ندارد، چخیلی که ابن القیم جوزی ذکر کردند. قول راجح غسل کردن هم واجب نیست و حتی دلیل نیست، مستحب هم نیست، اما بعضی از علما خوب گفتند، استحسان کردند. برای همین میگیم هر کافری که میخواد که مسلمان شود فقط لا اله الا الله محمد رسول الله را قبول میکند، هر یک این کلمه را به عربی تلفظ میکند و معنیش رو باید فهمد. یعنی سه چیز: لا اله الا الله را تلفظ میکند، معنیش را میفهمد و قبول میکند. میگوید که من قبول کردم که الله یکتا است و تمام دیگر الهها باطل است و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است، خاتم النبوت است، بنده و رسولش است، و همین را به عربی تلفظ میکند و قبول میکند، معنیش رو میفهمد، تلفظ میکند، قبول میکند و مسلمان میشود. و بعد از مسلمان شدن باید عمل بکند. و البته اگر پیش از نماز گفته باشد، بعد از این در همون وقت مسلمان ها به این میفهمانند که مثلا این وقت نماز است، باید از نجاست پاک شوی، باید وضو بگیری. و البته کافر حتما غسل میگیرد، برای اینکه معروف است که اونها از جنابت پاک نمیشند. یعنی غسل برای اینکه نماز بخواند، نه برای اینکه برای مسلمان شدنش، برای نماز خواندنش. بارک الله فیکم. پس طهارت شرط نیست برای مسلمان شدن، طهارت یا غسل شرط نیست.